کمیسیه مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید مقامات این کشور با برگزاری یک معرکه انتخاباتی بحث برانگیز خود را بی‌آبرو کردند و از این رو قرار قبول شد که نتیجه انتخابات پارلمانی 4 اکتبر لغو گردد. طبق حساب‌های پیشکی در آن 4 حزب مره 7% را عبور نموده بودند که از جمله 3 تاش از حکومت پشتیبانی می‌کردند. رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات گلناره جورابایوا میگوید از ابتدا شکایت از تقلب زیاد بود و کمیسیه شکایت ها را به نهادهای دولتی خبر میداد ولی واکنشی نشد. لغو نتیجه های انتخابات بعد اشغال بینای حکومت قرقیزستان از طرف اعتراضگران اعلان شد. در رفت زدوخوردهای مخالفین حکومت با نیروهای امنیتی کمش 1 نفر کشته و 600 کس جراحت برداشته است. اعتراضگران پرزیدنت و سروزیر سابق قرقیزستان را از بازداشتگاه آزاد کردند. ضمناً سروزیر آزاد شده به اجرای وظیفه‌های پیشترش برگشت. زیرا بعد اعلان لغو نتیجه های انتخابات سروزیر کنونی به استعفا رفت. سخنگوی وزارت کارهای داخلی باشد گفت که این نهاد تحت رهبری اجرا کننده نوی مقام وزیر امور داخلی که همزمان کامندانت بیشکک می باشد قرار دارد. ولی سوارونبای جیمبکوف از مقام پرزیدنت استعفا نداده است و مردم کشور را به حفظ صلح و ثبات دعوت می کند. او در پیامی تاکید کرد که به افسران دستور داد تا سوی مردم آتش نکشایند. به گفت رهبر قرقیز هیچ مقام برابر حمایت از صلح و ثبات ارزش ندارد.